خب دوستان بریم یه سراغ یه بازی حساس از دوره 8. چی شد رضا از کجا زد؟ نیتروی عزیز، رضای دوست داشتنی از اون طرف، نیلوفر. ببین چی کار میکنن بچه ها، تو هم پیچیدن. نیلوفر دمیجه، بچه ها بودن کلوز هم میگیره کیل اول خودشو. این پلیر نیلوفر دوست داشتنی، پلیر خوب و با اخلاق این تورنمنت. بچه ها کلوز هم، ببین برتری با کیه، بچه ها تیراشون رو میس میدن. دمیجه نیلوفر و میزنه رضا. بنازم نیترو، بنازم 2-1 به نفع نیترو. ببین نیلوفر چی کار میکنه، تیرا میس میخوره. یک کیلو تر و تمیز، یک پس اسکوب از این پلیر نیلوفر عزیز. ببینیم بچه ها چی کار میکنن تو کلوزه هم. اسلاید پشت سر هم، تیرا میس میخوره. نیلوفر دمیجه یه ریلوز میکنه. نیلوفر دمیج بود، رضا فکر کنم ریلوز کرد و میزنه نیلوفر. اختلاف یه دونه جلو میفته. نیلوفر 3، رضا 2. ببینیم بچه ها چی کار میکنن. رضا میزنه این پلیر. بریم رو اسپکت نیتروی عزیز. برابر 3، همه چی برابر، بازی برابر، عدد برابر. ببینیم برتری با کیه. 2 دقیقه از بازی گذشته، بازی خیلی حساسه. نیترو میزنه این پلیر. نیترو شاخ گذاشته، فکر میکنه خیلی شاخه. رضا ببین نیلوفر شاختو میشکونه ها. بنازم بازی حساسه، برابر شد. ببینیم بچه ها چی کار میکنن، رفتن تو فایت هم. اسلاید، نیلوفر باید بری. رضا برو جلو، رضا برو. بچه ها تیرشون رو میس میدن. ببینیم بچه ها دمیج میده. نیلوفر دمیجه ولی برتری با نیلوفر 5، رضا 4. حالا بچه ها تیراشون میس میدن. نیترو دمیج تیر دوم میزنه نیلوفر. 6، رضا 4. بچه ها رفتن تو کلوزه هم. رضا دوباره شاخش رو به نمایان میذاره. ببینیم این شاخ صورتی زرده آیا نشون میده که رضا شاخه یا نیلوفر شاخش رو میشکونه. جذابه بازی جذابه. رضا این اسلاید به درد نمیخوره. تله اسلاید بعد از نیلوفر کیلو تقدیم رضا میکنه. ببینیم بچه ها چی کار میکنن. رضا دنبال نیلوفر. بریم رو اسپکت نیلوفر عزیز. بچه ها تو کلوز هم، بچه اومدن تو فایت. از این ور برتری با نیلوفره. بنازم نیلوفر 7، رضا نیتروی عزیز 6. بچه اومدن کلوز هم. نیترو دمیجه. ببینیم تیر دوم میخوره. تیر دوم نیترو. اختلاف 2 عدد، بلا شد 3. اختلاف 3 عددی دیگه کارو واسه نیترو سخت میکنه. بچه کلوزه برتری با نیترو. بنازم پسر، بنازم. بچه فست میگیره. نیلوفر فست میگیره. بچه کلوزه هم. فایت جامپ رون میزنه. نیلوفر دمیجه. رضا باید تیر دومون بتونه بزنه. میس میخوره. نیلوفر ریلود میکنه. بچه ها ریلود کردن. برتری با نیلوفر عزیز. زنجیرمو درست کنم. بچه اومدن کلوز هم. بنازم نیترو 8، نیلوفر
دوتا اختلاف. نیلوفر باید این اختلاف رو حفظ کنه ولی باید راش بده. رضا دنبال اختلاف کم کردن این پلیر نیتروی عزیز. بچه تو کلوز هم، نیلوفر اونور، رضا اینور، باید برن کلوز، باید برن فایت، باید برن اوپن هم دیگه. بیا بیرون نیلوفر. میاد بیرون کارا تموم میکنه. فست میزنه رضا، فست میزنه نمیخوره. بچه چیراشونو دارن میس میدن. دوباره یه فست دیگه. رضا ببینیم چی کار میکنه. رضا داره چی کار میکنه. اختلاف الان دو. رضا دوباره شاخشو به نمایه میزن. اختلاف دوتا. اما بچه میگن چه گیری دادی به شاخ رضا. خب قشنگه، خوشگله. میزنه نیلوفر پلیر خطرناکیه. نیترو باید به خودش بیاد. رضا این فصل به درد نمیخوره. رضا جون برو ببینیم چی کار میکنی. چیره نیلوفر به بادی رضا خورد، دمیج شد ولی رضا چی رو به هد نیلوفر زد. بچه ها 13-11 دوتا اختلاف. ببینیم اختلاف کم میشه یا زیاد میشه. بچه ها تیراشون رو میس میدن. ریلود میکنه نیلوفر. ببینیم نیترو هم ریلود کرد. بچه باید برن فایت. به در نمیخوره این فایت، به در نمیخوره. فایت دمیجه نیلوفر، دمیجه. رضا تیر دوم بهش میزنه. عالی، بازی عالی، فایت عالی. بچه تو الان عالی ظاهر شدن. 13-12 یه اختلاف. نیلوفر دمیجه و میزنه رضا میزنه. گفتم رضا باید به خودش بیاد. جی پسر، باید بازی انقدر حساس نفسگیر. 13 برابر. بچه ها احتیاط میکنن. بچه ها باید برن کلوز هم. رضا میخواد جامپو بزنه رو جعبه، نمیشه. بچه کلوز فایت هم. دمیجه نیلوفر، دمیجه و میزنه رضا. نیترو 14. چه کامبکی از رضا. یه کامبوی فکر کنم 4 تایی رو نیلوفر میزنه. بنازم نیترو، بنازم پسر. سر بازای قبلی یکم صدام گرفته است. رضا خواست یه نزو چشمی میزنه رضا چشمیه. اصلا هلو 16-13 به نفع نیترو. ببینیم بچه ها چی کار میکنن دیگه. نیلوفر باید به خودش بیاد. نیلوفر باید جبران کنه. داخل کانتینر بیاد بیرون. میزنه. کیل 14 میگیره نیلوفر. رضا به خودش اومد، کامبک زد. الان محتاطانه داره پلی میده. بچه باید کلوز هم. فایت کلوز هم. ببینیم برتری با کیه. ریلود میکنه نیلوفر. دمیج نیلوفر. میزنه رضا دوباره اختلافو به 3 تا میرسونه. باریکلا پسر، باریکلا. رضا از مدعیان قهرمانی فکر کنم دارم چشش میزنم. آقا چشم شور نیست، نمیدونم چرا این اتفاق میفته. نباید بگم خاره چشمو. ببینیم بچه ها چی کار میکنن. بچه کلوز هم راش. بچه تو اوپن هم. رضا دمیج میشه ولی برتری تیر و کیل با نیتروی عزیزه. بچه ها تو فایت هم. تمام 20 ثانیه مونده. 20 ثانیه اختلاف 4 تا یه جورای دیگه قابل جبران نیستش. دمیج نیلوفر. رضا بزن. رضا اختلاف 5 تا میکنه. یه چشمی میزنه. ببینیم بچه ها چی کار میکنه. خوابیده. رضا جون اینجا تخت خواب نیست. اینجا نباید بخوابی. پیک بدی رضا.
پوینت منفی میگیری و وای میسن پلیرها و بازی تمام شد. رضا جون اینجا خوابیدی، تخت خواب نبود، الان میتونی بازی رو بردی، راحت بری رو تخت خوابت راحت بخوابی. این بازی رو 19-15 نیتروی عزیز با 6 تا کامبو و 19 تا کیل، نیلوفر عزیز رو با 15 تا کیل و 3 تا کامبو شکست میده. نیلوفر عزیز از پلیرهای خوب و دوست داشتنی این تورنمنت بود. واقعا جفت پلیرها قابل احترام بودن. جفت پلیرها من میگفتم اگه دوتا سایت مخالف بیفتن تا فینال به هم نمیخورن و بازی واقعا جذاب و نفسگیری بود. رضا نیترو عزیز از همین الان گفتم مدعی قهرمانی، واسه قهرمانی اومده، به این استودیو نمیخواد حذف بشه. امیدوارم از این بازی جذاب که خودم لذت بردم شما هم لذت برده باشید. فعلا بدرود. خب درود دوستان، بریم سراغ یه بازی دیگه حساس. MC علی 17 همین الان دمیج فرزاد کردم عزیز اومد بیرون. بنازم فرزاد پرقدرت ظاهر شده. ببینیم چی کار میکنه این پلیر. میخوره کیل اولشو تقدیم علی عزیز میکنه. 2-1 به نفع فرزاد. بچه اومدن تو کلوزه هم تو هم پیچیدن. میگیره علی 2 فرزاد 2. علی جان میزنه، رفته بالا کانتینر چی رو میس میخوره. ببینیم برتری کیه با فرزاد 3 علی 2. بچه ها چی کار میکنن؟ بازی حساس تیرا میس میخوره. فرزاد دمیجه یه جامپ بد و یه تیر تمام کننده از علی. بچه ها کلوز هم میزنه فرزاد 4 علی 3 میزنه فرزاد. جی پسر جی دمیج فرزاد خاره چشامو دوباره. واقعا فرزاد چشام شور نیست ولی نمیدونم جریان چیه. تو میگم فرزاد خوب میزنه میخوره، فرزاد بد میزنه و میزنه فرزاد. این بار میگم فرزاد فقط بد میزنه، این بار فقط میگم فرزاد بد میزنه. فرزاد چقدر بد پلی میده، فرزاد دمیج بد پلی میده. یا خدا دیگه بازی رو نگاه نمی کنم. فرزاد مشکل چشای منه، واقعا خوره چشما. فرزاد بد بازی میکنه. فرزاد داری چی کار میکنی؟ چی پسر؟ جی واقعا جی اشتار به نفع فرزاد داری چی کار میکنی؟ فرزاد واقعا دیگه این کیل باید بدی، چون رفتی به چشای من نداره. فرزاد جون رفتی جلو، طرفم رفتی تو حلقش، اسلایدت فریز میشه، درمتن میخوری. 9-6 به نفع فرزاد. رفته بالا کانتینر. الان خواست فرزاد بره از اسلاید بعد از فرزاد. بچه تیراشو میخوره. میسای بعد ببینیم بعد داری باشیه. ریلود کرد. تمام. الان ریلود جفتشون خواستن تو ریلودی اما بزن، اما نشد. چرا داره میس میخوره. برتری با فرزاد عزیز. فرزاد 10 علی 6 MC علی. بچه ها تیراشون رو میس میدن. برتری با علیه
علی حرف فرزاده. ببینیم بچه ها چی کار میکنن، تیراشون رو میس میدن. فرزاد این استعداد به در نمیخوره پسر. استودیو آخرش فریز بشه به در نمیخوره. بچه ها دوباره تکرار کردی ولی تیر علی میسخورد. برتری بازم با علیه. علی داره کامبک میزنه. تیر فرزاد دمیجه و تیر دوم میخوره. برابر ده ولی یکم پوینت های معرفی فرزاد بیشتره. ببین بچه ها چی کار میکنن. یه شات عالی، جامپ عالی تر و تمیز از فرزاد دوباره اسلایداش فریز میشه. فرزاد جی پسر، جی عالی پسر عالی. 12 فرزاد دوباره میگم. فرزاد 60 فیس ولی میخوره. فرزاد دوباره قطعا میگه تنها چشات شوره. نه داداش ببین شور نیست. 13 به نفع فرزاد اسلاده خودش به نظر فرزاد میخوره. سی علی داره عالی میزنه فرزاد و هم علی جفت نرا عالی. فریزه این کیلار اصلا من ندیده میگم. اصلا طرف مقابل کیلش میکنم. داریم رو اسپکت علی عزیز. جامپ عالی، جامپ تر و تمیز. 14 به نفع امسی علی به خودش اومد. کیل تر و تمیز بنازم واسه تایگر جامپ هم بزنه. چون ببین چی کار میکنه امسی علی به بازی برمیگرده. امسی علی 16 فرزاد با این کیل که 14 خودش هم میگیره این پلیر. ببین چی کار میکنن بچه رو رفتن تو فادش. امسی دنبال فرزاده. اینجا تقصیر هدفون علیه که دنبال فرزاد میگره. فرزاد از سمت اوپن خودش اومد. بچه تو فایتن. ببینیم دمیج ریلود میکنه. فرزاد میخوره. امسی علی 17 فرزاد 15. فرزاد یه جورایی کم و برده جلو 120 علی و واقعا اینطوری هم هست. فرزاد داره کیل مفت میده. زورش به FPS علی نمیرسه. علی داره اون بالا پادشاهی میکنه. اون جمعین بالا ولی فرزاد میگه پادشاه منم. بیا پایین عزیزم، بیا پایین، من اینجام. حالا رفتن کلوز هم فرزاد دمیجه. بچه ها تیروشون رو میدن. اسم میکنم علی میزنه اختلاف رو به 4 میرسونه. امسی علی 20 فرزاد 16. این بچه ها چی کار میکنن. فرزاد دوباره دمیج ولی فرزاد عالی زد. عالی پسر. اختلاف 3 ببینیم فرزاد چی کار میکنه. اومده بیرون. علی زده میگه بود دنبال بازید فرزاد جون. اینجا بیس منه. اینجا هم فرزاد میگه بیس منه. چه بیس تو بیسی، چه گلدر تو گلدر بازی. بچه شاخوشونی میکشن ولی خب تو این کیل، تو این صحنه برتری با امسی علی. این چی کار میکنه. میزنه فرزاد 22-19. یه جورایی کار واسه فرزاد سخته. 1 دقیقه و نیم 3 کیل. اختلافو به 4 میرسونه. 1 دقیقه و نیم یه جورایی سخته واسه فرزادی که 60 فیصد ستیراش هم میس میده. اینجا خوب میزنه فرزاد 20.
امسی علی 23 بچه شلوزه اینو حس میکنم فرزاد بخوره یه جورایی این طرف رو ببینم موومنتش رو ببینم سنی میفهمم میخوره یا میزنه. الان اونجا خیلی بد، اینجا جمپ بعد از فرزاد کیلا رو مفت امسی علی تقدیم میکنی. فرزاد داری همینطوری تقدیم میکنی. تمام دیگه 40 ثانیه یه جورایی بعیده. 40 ثانیه خب کمه فرزاد، خب کم از راست برو ببینیم بچه ها چی کار میکنن. چیلا نیست میخوره 3 تا کیل. فرزاد رفته دم بیسش میگه بیا بیرون بیا بیرون اینجا من میزنه فرزاد 2 تا کیل. فرزاد وقت کم میاری فرزاد، ای کاش کیل مفت رو نمیدادی. و فکر کنم دمیجه امسی علی دمیجه. یه دونه کیل فرزاد. ببینی برتری با کیه و تمام جورای دیگه. هرچند یه چیز بگم فرزاد بازی خیلی حساس بود. فرزاد از این 60 فیز خدایی بالاتر از صدش رو گذاشت. بنوزم فرزاد امسی علی فوق‌العاده 25 تا کیل 5 تا کامبو. فرزاد عزیز 24 تا کیل 4 تا کامبو. فرزاد یک جورای پوینت های منفی دیگه کوچولو بالاتر از علیه، هرچند علی کوچولو پوینت منفی داشت ولی هیچ کدوم منجر به کیل منفی نشد. و در آخر حتی اگه فرزاد این کیل هم میگرفت میشد 25 با کامبو. گفتم وقتی کیلو برابر باشه میریم سراغ کامبوی علی یه دونه بیشتر از فرزاده. امیدوارم لذت برده باشید. واقعا بازی حساسی بود، نفسگیر و در کل دیگه امسی صعود کرد به مرحله بعد. بهش تبریک میگم فرزاد جون، واقعا گل کاشتی تا این مرحله اومدی. دمت گرم، واسه آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم لذت برده باشی. فعلا بدرود.